اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من قبل از برنامه مفصل با جای هدایت عزیز و نازنین چاق سلامتی کردم، تا الان به رسم ادب و به نیابت از شما این کار انجام میدم. آقا سلام، خیر مقدم. خیلی خیلی خوشحالم از زیارت مجدد. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیزم. خیلی منم خوشحال هستم توی فضای نو. آره توی فضای جدید. انشاءالله منم بحث جدید رو محضرتون ارائه میدم. سعی میکنیم توی این بحث یه رویکرد نوعی رو تقدیم بکنیم به همه بینندگان عزیزم. میدونم که عاشق معارف هستید و عاشق رویکرد قرآن و معارف دقیق قرآن هستید. خیلی هم خدا رو شکر. بذار من پیش دستی بکنم. من خیلی خدا رو شکر میکنم که با شما توی این برنامه هستم، با همه دستاندرکاران خوب برنامه یاد خدا با هم هستیم و یه برنامه جدید داریم شروع می‌کنیم. خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین. دو تا نکته، یکی این که شما همیشه بحثاتون نو بوده. توی این مدت من جدی میگم همیشه از زاویه نو، یعنی خاص بوده بحثا و دلنشین. شاید موضوع بوده که قبلا هم راجعش شد، اما از زاویه نو بوده. این بار هم حتما اینطور خواهد بود به طریق اولا. و نکته دوم این که چراغ اول دکور شما روشن کردین. آره، ما اولین برنامه‌مون هستش که توی دکور جدید داریم شروع میکنیم. و چجوریه به نظرتون؟ خیلی زیبا، هم آمیخته سنت و خلاصه تجدد. آره سعی کردیم اینجوری باشه. و من اینو به شما بگم، حالا چون من این رنگ ها رو دیدم توی فقه عمران شهری ما یه بحثی داریم به نام نمادهای اسلامی. و اصلا روایاتی داریم درباره رنگ‌ها. جالبه. همین انگشترهایی که الان در دست من هست روی رنگ‌هاش بیان داریم و خیلی موضوع مهمیه. مثلا رنگ آبی نشاط میاره همراه با یک معنویتی. من دیدم توی رنگ‌هایی که اینجا استفاده شده خیلی دقت شده روی همین بحثی که مناسب با موضوع بحث ماست. لذا میخوام یه نقبی بزنم که ای کاش فضای معماری اسلامی و اون دقت‌هایی که توی بیانات اهل بیت مثلا فرمودن که بله قلب مؤمن تمایل به سبزی دارد و قلوب المؤمنین تهنو، یعنی میل دارد. لذا مثلا فضای سبز و نگاه به رنگ سبز در فضای طبیعت تو اسلام توصیه شده، نورانیت میاره. چقدر خوبه که مثلا حالا ایام درختکاری الان نیست ولی آماده بشیم این که مثلا ما تو فضای درختکاری و تو فضای شجره مثمره، حتی درختانی که میوه دارد، این هم توی اسلام توصیه شده. بنابراین خیلی خوبه مثلا آروم آروم به این سمت بریم که خانه ها حیاتی داشته باشه، خانه ها باغچه‌ای داشته باشه. و من واقعا معتقدم رو تربیت فرزندان ما اثر داره. امروز نباید ما نگاهمون مانند بعضی از تمدن‌هایی که اسلامی نیستش به خانه یک خوابگاه باشد، بلکه خانه محل تربیت و رشد و نمو فرزندان است، محل تعالی و یاد خداست. پس همه ی شکل خانه، نمادها، همه چی ما رو باید یاد خدا بندازه. اگر توی قرآن داریم که به آسمان نگاه بکنید، من اینجوری که یادم بیش از 100 آیه قرآن درباره اینه که به آسمان نگاه بکنید، به زمین نگاه بکنید، به شتر نگاه بکنید. وقتی اینجوری خب بچه ما الان نمیبینه اصلا. شما ببینید الان فضای آپارتمانی کوچک آسمانی میتونن ببینن، افقی میتونن ببینن. خب اینها توی قرآن بیانگر یاد خداست. نگاه به آسمان، نگاه به طلوع و غروب خورشید، همه اینها رو انشاءالله بتونیم احیا بکنیم. انشاءالله. این فضای زیبا منو یاد این همه چیز خیلی خوب بود. من اصلا فکر نمی‌کردم انقدر جواب بشنوم راجع به این سوال که دکور قشنگی یا نه. خیلی هم دقیق و آره، منم یاد عبارت سبقت الله انداختیم. رنگ خدا که انشاءالله حالا این یاد خدا باعث بشه ما هممون رنگمون، رنگ زندگیامون، رنگ و طعم خدایی پیدا بکنه انشاءالله. خب بریم سراغ موضوع بحث. ما قراره چی یاد بگیریم از شما در این شب؟ خواهش میکنم. سعی میکنم از ابتدای یک بنیاد اعتقادی شروع بکنم، به محور دین یعنی امامت و ولایت برسیم و کارکرد اصلی امامت و ولایت یعنی حرکت جمعی به سمت خداوند متعال و از اون طرف مبارزه با همه موانعی که اجازه نمیده ما راحت با خدا ملاقات بکنیم رو صحبت بکنیم. این یه بسته کامل. توی اینجا اصلا دنبال این نیستیم که
آنچه که الان روی کرده که مخاطبین الان دارن رو هی سعی بکنیم اون رو حفظ بکنیم. شاید یه جای کار لازم باشه یه مقداری روی کردمون رو نسبت به جریان توحید عوض بکنیم. لذا خواهش میکنم که این موضوع رو آماده باشن و دقیق گوش بدن و اینکه شاید هم لازم باشه که مخاطبین هم با ما ارتباط داشته باشن. من این خواهش رو دارم، حالا حتما تهیه کننده بله. این فضا رو ایجاد میکنن که حتما مخاطبین صحبت بکنن، پیام بدن و حتما ما تو برنامه پیامشون رو بخونیم. به شدت آماده این صحنه هم هست. ما سامان پیام کوتاه داریم، زیرنویس میشه داخل برنامه، همین الان هم داره همین کار اتفاق میفته. رابطه عمومی داریم 162 رابطه عمومی خود شبکه هم هست. از همه این طریق‌ها میتونن اعلام نظر بکنن و سوالی الحمدلله. من در خدمتم. مخلصیم، ما در خدمتیم. از هر جا صلاح میدونین شروع بفرمایید، بعد اگر اجازه دادین سوالی برام پیش اومد. خیلی خوب. با توجه به اینکه موضوع اصلی بحث ما همونجوری که گفتم محور امامت هستش، اولا من اهمیت این مسئله رو بگم. ببینید تمام درگیری‌های تا عالم تاریخ همیشه بر محور امامت بوده. هیچ جنگی اتفاق نیفتاد مگر محور این جنگ امام بود. ما نمیخوایم بگیم باعث و بانی جنگ امام بوده که نه، امام حق و امام باطل همیشه اینها روبروی هم بودن از ابتدای خلقت آدم. ببینید من تا گفتم ابتدای خلقت آدم اولین نزاع بین کی اتفاق افتاد؟ هابیل و قابیل. یه تصوری هست که مثلا میگن این نزاع به خاطر حالا یه مسئله ظاهری رو بیان میکنن، حسادت، بعضیا میگن غیرت. مثلا فرض بگیم که توی یه اشتباهی که مطرح میشه که مثلا حضرت آدم 2 تا دختر داشتن، 2 تا پسر داشتن، بعد خواهر و برادر تو ابتدای کار با هم ازدواج کردن. این اعتقاد غلطیه. بعد مرسوم بوده که میگفتن که چون قابیل غیرت پیدا کرد که هابیل با خواهرش ازدواج کرد، زد هابیل رو کشت مثلا. در صورتی که همین موضوع رو الان من این عنوانی که گفتم تو روایت از امام صادق سوال کردن. حضرت فرمودن این چه اعتقادیه؟ محور کار وصایت و امامت بوده. خداوند متعال به حضرت آدم جد همه ما امر کرد که وصی بعد از خودت رو انتخاب بکن و این وصی، یعنی در واقع باید این وصی رو بیان بکنی و این وصی کسی جز هابیل نیست. من کلمه انتخاب بکن رو تصحیح کردم دیگه. وصایت انتخاب کردنی نیست، وصایت جعل کردنی از جانب خداوند متعاله و پیغمبر اون جعل خداوند متعال رو اعلام میکنه. انتخاب در واقع از طرف خدا صورت گرفته. انتخاب از جانب خدا صورت گرفته. ببینید حضرت موسی وقتی که برای اذهب الی فرعون انه طغی، که ما یه مرحله بعد به شما عرض میکنم که مسئولیت اصلی امامت مبارزه با طاغوت زمان هست، تا خداوند متعال حضرت پیامبر اکرم رو، پیامبر خدا رو، حضرت موسی رو به امامت و به نبوت جعل کرد. حالا این بحث امامت و نبوت هم همینجا بذاریم بگم که باز جا بیفته. نبوت به معنای اعلام خبر الهی به مردم است، اعلام قوانین الهی به مردم است. اون نبی که حاکم هم هست، اون نبیی که از جانب خداوند متعال برای حاکمیت و ایجاد یک تمدن و جامعه رهبری هم انتخاب می شود، او امام هم می شود. متوجه شدیم؟ پس بعضی از انبیا غیر از این که نبی بودن، امام هم بودن. درست. حالا حضرت موسی در واقع الان می دونید ایشون یک تمدنی ایجاد کرد، یک حکومتی داشت بر بنی اسرائیل. حضرت موسی وقتی از جانب خدا برای این موضوع تعیین شد، گفتش که خدایا من یک وصی هم میخوام، یک جانشین هم میخوام، یک نایب هم میخوام. بالاخره دورانی هست من بین مردم نیستم، نایبم باید باشه. اجعل لی وزیرا من اهلی. خدایا جعل بکن وزیر رو برای من. خداوند متعال اینجا در واقع مورد درخواست حضرت موسی است برای جعل وصایت. بعد حضرت موسی پیشنهاد میده، هارون اخی، خدایا
من یه پیشنهاد فقط میدم، من کاری نیستم توی بحث وصایت و امامت و جانشینی، فقط پیشنهاد میدم هارون داداش عزیزم باشه. خداوند متعال این رو تایید کرد، خدا هارون رو جعل کرد. من بذارین همینجا یه پرانتزی رو باز بکنم. ببینید شاید بعضی از کلمات باری داشته باشه که اون بار بعد یه توقعاتی ایجاد بکنه. مثلا در حکومت و جامعه اسلامی مردم مسئولین خودشون رو انتخاب میکنن یا پیشنهاد میدن. من تصور میکنم توی جامعه اسلامی مردم پیشنهادات دارند و امام جامعه پیشنهاد مردم رو تنفیذ میکنه. اینجا یه مقداری باعث میشه که بیشتر مسئله جا بیفته و بعضی از امور از حالت دکوری در بیاد. واقعا اون کسی که ما از امام جامعه این در واقع میگین در واقع باید اینطور باشد. البته الان همین جوری هست، یعنی قانون ما هم همین جوریه. ولی گاهی اوقات مردم از کلمه انتخاب تعیین رو احساس میکنن. یعنی مردم احساس میکنن که اون کسی که مسئول جامعه رو مردم دارن تعیین میکنن. بعد میگیم که این کاری که رهبر عزیزمون میان انجام میدن که مثلا تنفیذ میکنن چیه؟ میگن حالا این دیگه دکوریه دیگه. نه دکوری نیست، اصل اونه. مردم پیشنهاد میدن. خدا توی قرآن به پیغمبر اکرم میفرماید که وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل. ببین وقتی که تو قرار تصمیم بگیری، حرف نهایی با امام جامعه است. مردم پیشنهاد میدن، مشاوره میدن، کمک میکنن، نصح به معنای خیرخواهی میکنن و در نهایت تصمیم نهایی با امام جامعه است. گاهی اوقات مردم نباید این توقع رو ایجاد بکنن پس پیشنهاد من چی شد؟ چرا به حرف من گوش نکردی؟ این توقع اشتباهی. خب حضرت موسی علیه السلام به خدای بزرگ پیشنهاد داد من هارون رو پیشنهاد میدم، خدا هارون رو جعل کرد، پذیرفت و قرار داد. اینجا نگه داریم، ادامه ماجرا رو بعد از این فاصله که میگیریم و برمیگردیم. اشکال نداره؟ نه بله بزرگ ببخشید. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از آقای حسین زاده که خیلی دقیق آیاتی از سوره مبارکه طه رو که مرتبط بود کاملا با بحث آنچه که حاج آقا می‌فرمودن پخش کردن. آقا در خدمت شما هست. بله داشتیم داستان از هابیل و قابیل رو میگفتیم که در واقع علت اصلی نزاع بین هابیل و قابیل وصایتی بود که خداوند متعال امر کرد که حضرت آدم هابیل رو به عنوان وصی، وزیر و جانشین خودش بیان بکنه. و علت این موضوع هم این شد که وقتی قابیل متوجه شد که وصی هابیل شد، هابیل رو کشت. توی این نسل ایشان حضرت شیث رو داریم، هبت الله رو داریم، انبیاء بعد از حضرت آدم. خب میدونید حضرت هابیل وقتی که کشته شد همسری قبلش داشته و خداوند متعال به اون همسر فرزندی داده و فرزند هابیل، یعنی در واقع از نسل هابیل فرزند آدم ادامه پیدا میکنن و وصایت هم ادامه پیدا میکنن. همینجا بذارید یه نکته رو براتون بگم چون توی این ادامه این بحث خیلی مهم هستش. حضرت شیث محبوب بسیار زیادی بین مردم بود، یعنی آروم آروم جمعیت ایجاد شده، نسل ایجاد شده و همچنین فرزندان از نسل شیث محبوبیت عجیبی بین مردم دارن. هنوز اینجور نیستش که باطل قاطی حق شده باشه، یه وحدت رویه‌ای بین مردم هستش، مردم حق رو دوست دارن. آرام آرام حاکمان طاغوتی دارن ایجاد میشن. شیطان دیگه، شیطان که بیکار نمیشونه که لأغوینهم اجمعین، همه رو میخواد اغوا بکنه. میاد وسوسه های ایجاد میکنه که شما بیاین بر مردم حکومت بکنید، اجازه ندید که انبیاء الهی حاکم باشن، اونا میخوان تمدن سازی بکنن، مردم به سمت خدا ببرن. بعد این حاکمان طاغوت و اون طاغوتیان برای اینکه بتونن توجه مردم رو جلب بکنن اومدن از تقدس انبیاء الهی گذشته استفاده کردن. مثلا گفتن که ما نایبان شیث هستیم. هی اومدن گفتن شیث یعنی ما دیگه، شما شیث رو میخواین یعنی من. بعد شیطان این وسوسه رو ایجاد کرد
که میخواید مردم شما رو قبول بکنن، یه نمادی هم از شیث درست بکنید. یعنی رو چوبی سنگی عکس شیث رو ترسیم بکنید. یه برنامه نشون میداد توی برنامه کودک، میگفتش که من فلانی هستم، مأمور حاکم بزرگ، اینم نماد، اینم علامت منه. میتیکومان. آره، اینا همین کارو با مردم میکردن، میگفتن این علامت منه، علامت شیث رو نشون میدادن. عجب. بعد این تلقین شیطان بوده. آره. بعد آروم آروم مردم اون حس پرستش و اون حس عشق نسبت به اون مذهب و دین و انبیاء الهی رو تو اون نمادها نشون میدادن. یعنی مثلا اون نماد رو میذاشه تو مقدس میشد براشون. آروم آروم حواسشون پرت میشد که اون حاکمان طاغوت اتفاقا دنبال این بودن که مردم رو سرگرم این نماده بکنن، خودشون بر مردم حکم فرمایی بکنن و اتفاقا قوانین غلط رو به اسم منم مأمور شیث و اینها به خورد مردم بدند. بعدم مردم اون حس دینی و مذهبیشون رو تا میخواستن بیان بکنن، به جای اینکه جلوی حاکمان طاغوت وایسن، ببین این از اینجا وارد اون فضای خیلی بحث مهمه، دین و سیاست از هم جداست و این حرفا که همین الان میگه آقا اصلا جدا هست جدا نیست، اصلا از کجا شروع شد؟ اینا میگفتن همیناست دیگه، این نماد شیث، هر چی شیث رو دوست دارین به این نماد توجه بکنید. مردم اون حس مخالفتشون با ظلم و طاغوت آروم آروم هی سرد میشد. اینکه مثلا حضرت ابراهیم میاد میفهمد اف لکم ولما تعبدون من دون الله، ریشش از اونجاست. یعنی چی؟ ببین این تعبدون یعنی اینکه اینا سجده بکنن بر سنگ و چوب. اصل تعبدون به معنی اطاعته، عبده و به معنی انقیاد و اطاعته. نمرودیان توی همین سیر دارن میرن جلو، مردم رو سرگرم نمادهایی میکنن، میگن هم شفعاءکم الی الله، اینها شفیع شما به سمت خداوند متعال هستن، اینها واسطه هستن. مردم رو هی سرگرم این سنگ و چوب و نماد خدایان میکنن و خودشون دارن حکمرانی باطل میکنن. حضرت ابراهیم اون چهره اصلی مبارزش اون سنگ و چوبا نیست، چهره اصلی مبارزش اون نمرودیه که با این چیزا داره مردم رو سرگرم میکنه. وقتی هم میاد سنگ و چوبو میزنه، نمادیه که نمرود برای مردم درست کرده. این یعنی مخالفت با خود نمرود. درست شد. و اذهب الی فرعون انه طغی. اصلا ما یه همچین دستوری نداریم مثلا خدا هی تو قرآن بگه که پیامبر برو این سنگ و چوبا رو بزن. هی خدا به پیغمبر داره و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، برو با فلا تطع الکافرین، تو برو مقابل کفار و اون حاکمان طاغوت بایست. البته هر خرافه‌ای که حاکمان طاغوت با اون برای خودشون وجاهتی درست کردن و مردم رو سرگرم کردن، اونا رو هم بزن، اما اون درجه دوم سومه. از اینجا میخوام عرض بکنم در واقع اینها معلول اون علت هستن. اون علته. شما اگر علت رو نزنی، این معلول رو بزنی فقط معلول دیگری درست میکنه. اینو بزنی روش دیگه میان اون علت رو باید از بین ببری. دقیقاً درست متوجه شدین. همیشه انبیا اومدن اون ریشه ظلم رو از بین ببرن. ببینید یک جریانی رو حاکمان طاغوت، یک تمدنی رو تو جامعه ایجاد میکنن. تو این تمدن نظام اقتصادی فاسدیه که مال و ثروت بین خود اون احبار و اون رهبان و اون حاکمان طاغوت داره میچرخه. یکنزون الذهب والفضه، متن قرآن رو دارم هی بیان میکنم. اینا خودشون ثروت اندوزی دارن میکنن تو اون نظام اقتصادی باطل. مردم رو اجیر خودشون گرفتن، مردم رو مشغول سنگ و چوب کردن. اون حس پرستش مردم، اون حس دینی مردم، به جای اینکه برای مبارزه با این فساد اقتصادی جمع بشه، اومده توی چی؟ قربانی کردن برای سنگ و چوب، عادات غلطی که اونا ایجاد کردن. خب بعد مردم اوضاع اقتصادیشون خراب میشه. یه مرتبه ای لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، یه بار خدا میفهمد من املاق، از شدت فقر بچه‌تون رو نکشید. خب در صورتی که از شیطان یعدکم الفقر،
تو این فضای نظام اقتصادی فاسد شیطان هم اومد چیکار کرد؟ هی مردم رو از فقر ترسون، بعد عادات غلطی تو مردم به خاطر منشأ اون نظام اقتصادی باطل ایجاد شده، میان بچه کشی میکنن، مثل زنده به گور کردن دختران. درست شد؟ بعد ما به اشتباه تصور میکنیم پیغمبر اومد صرفاً جلوی زنده به گور کردن دختران رو بگیره. هی اینو داریم بولدش میکنیم. آقا پیغمبر اومد چیکار بکنه؟ پیغمبر اومد با بت پرستی مبارزه بکند. این دختران رو که داشتن زنده به گور میکردن اومد جلوشون رو گرفت، گفت چرا این دخترتون رو زنده به گور میکنید؟ عزیز دلم، پیغمبر وقتی اون حاکم طاغوت رو بزنه، تمدن اسلامی رو ایجاد بکنه، نظام اقتصادی درست بشه، باور کن همون آدمی که به اشتباه از ترس فقر تو اون نظام غلط بچه‌شو زنده به گور میکرد، الان عاشقانه داره با پیغمبر دینداری میکنه. این کار انبیا بود. ما مواظب باشیم سرشاخه ها رو این شاید این نوع نگرش هم دست این بعضی از جریان های طاغوت باشه که هی توجه دینی بچه های ما رو بردن توی اون معلول ها و هیچ وقت اجازه ندادن ما به بچه هامون در کتاب های دینی این موضوع رو هی بیان بکنیم که اصل آمدن انبیا و حاکمیت انبیا برای مبارزه با طاغوت بود. بعدش این سوالی حتما مطرح میشه که خب الان مثلا مرگ بر طاغوت گفتن آیا جزو دین ما هست یا دین ما نیست؟ بریم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. یه خیلی چیزا داره تو ذهنم میاد. حالا الان اخیراً ما یه شجره ملعونه داریم. شجره خبیثه. بله، متن قرآن. یه شجره طیبه. میگم که اگه ریشه این شجره زده نشه، هی ما داریم شاخه‌هاشو میزنیم در طول تاریخ. همینه که تا الان اینقدر بدبختی بشر داره میکشه دیگه، تا همین امروز هم که داریم خبراشو میشنویم، چون این شاخه رو زدیم از اون ور در اومده، از اون ور در اومده، تا زمانی که این ریشه حاکمیت طاغوت زده نشه، که حالا منتظریم ان شاءالله زده بشه این داستان. نه ان شاءالله به زودی، یعنی همه با هم باید این حرکت رو انجام بدیم. الان هدف این برنامه اینه. ببین عزیز دلم، بچه‌های غزه دارن کشته میشند به خاطر همینه که ما یک مفهوم دینی رو درست نفهمیده بودیم از اون ابتدا، که حقیقت دین ما. یه آقای کتابی دارن، من خواهش میکنم همینجا این کتاب رو باید معرفی بکنم، که روح توحید نفی عبودیت طاغوت. روح توحید اینه، نفی بندگی طاغوت، نفی اطاعت از طاغوت. تو لا اله الا الله یعنی اول لا اومده، لا اله الا الله یعنی اجتنبوا الطاغوت. اینا نص قرآن دارم میگم و ارتباط بین دو تا آیه رو دارم میگم. و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فاعبدون. بعد خداوند متعال در سوره نحل میفرماید لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. به این مضمون، حالا تون دارم آیه رو میخونم. خدا در یه جا میفرماید همه انبیا اومدن بگن لا اله الا انا فاعبدون. این شعار همه انبیاست که به هیچ کسی غیر از اون حقیقت واحد توجه نکنید، چون امام صادق فرمودن اله از ماده وله، یعنی توجه کردن، استقبال، روی کردن. به هیچ کسی روی نکنید غیر از اون الوله، یعنی الله، اون مبدأ توجهات، اون کسی که خالق ماست. الا له الخلق والامر. برای همینه که ما هممون رو به قبله میکنیم. رو به قبله نماده. احسن، نمادشه. احسن. خب بعد میگه فعبدون، فقط از او اطاعت بکنید، به اون کسی که خالق شماست از او دستور بگیرید. الا له الخلق والامر، اون کسی که شما رو خلق کرده حق امر دارد. خب بعد در یه آیه دیگه همین شبیه این آیه، شبیه ابتدای آیه که و ما ارسلنا فی کل و ما ارسلنا من رسول ان اعبدوا الله، که میگه بعد توی پایینتر میفهمد در هر منطقه ما امامی و پیغمبری رو فرستادیم با این شعار ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اون ان اعبدوا الله اونجا رو آورد، به جای لا اله الا انا میفهمد واجتنبوا الطاغوت. بعد رهبر عزیزمون تو ارتباط بین این دوتا آیه یک کتاب نوشته، یه جزوه‌ای رو ترسیم کرده که آقا اصلا روح توحید یعنی نفی بندگی طاغوت، نفی اطاعت از غیر خدا. ما یک حقیقت توی عالم داریم که باید ازش دستور بگیریم. ما خدا رو داریم، دیگه کد خدا نداریم. ما فقط خدا داریم. ما باید فقط از خدا دستور بپذیریم.
هر کسی از کد خداها ترسید اون هنوز موحد نیست. هر کسی بخواد از کد خداها دستور بگیره اون هنوز موحد نیست. خیلی ممنونم آقا هدایت. ما میدونم بحثم گل انداخته، منم خیلی دوست می‌داشتم که بتونیم ادامه بدیم تا وقت برنامه تموم شد. اگر اجازه بدید همینجا نگهش داریم. فکر میکنم که اون بنمایه بحث کاملا مشخص شد و اینکه میخوایم به کجا برسیم و خیلی هم ریشه‌ای و اساسی شروع کردیم و اینکه رسالت اصلی امام در هر بره از زمانی مبارزه با طاغوت و ریشه کن